همه عزیزانی که از طریق یوتیوب یا از طریق مدیا ما رو میبینن و یا عزیزانی که از طریق زوم دارن ما رو میبینن. خدا رو شکر برای وجود شما. امیدوارم در هر کجا که هستین موفق و پیروز در نام خداوند ما باشید و همینطور عزیزانی که در عبادت در سالن هستن امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشین و به فیض خداوندی امروز همه ماها برکت بگیریم. آمین. آمین. خدا رو شکر. امروز موضوع صحبت من راجع به ظرف هستش. ظرف، همین ظرفایی که ماها در واقع اسم کلمه ظرف که میاد به فکر آشپزخونه و انواع اقسام ظرفایی که اونجا هستش، لیوان‌ها و بشقاب‌ها و دیگه نمیدونم دیگ و خیلی چیزایی که در داخل آشپزخونه هستش و این ظرف ما که ما میگیم دارم بیان میکنم ذهنیت ما میره برای ظرفای توی آشپزخونه و عنوانی که برای شما در نظر گرفتم و امیدوارم که امروز همه برکت بگیریم و این تو ذهن و دل جان شما بشینه: ظرفی مقدس، مفید، آماده برای خدا. آمین. با من تکرار میکنین: ظرفی مقدس، مفید، آماده برای خدا. آمین. خدا رو شکر. امیدوارم که امروز همه برکت بگیرین. این کلام اول برای خود من بوده عزیزان و خدا با دل من صحبت کرد. وقتی کلام رو خوندم خودم برکت گرفتم و گفتم این برکت رو با شما مشارکت بذارم و همه ما برکت بگیریم. پولس رو عزیزان میشناسن، خیلی از عزیزان میشناسن. پولس رسول هستش و چیز در حدود 13 تا از این کتاب ها رو، از این رساله ها رو ما در عهد جدید وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که پولس اینو نوشته و پولس ایماندار نبود ولی بعدها ایمان آورد. عیسی مسیح با او ملاقات کرد و زندگی او عوض شد، تبدیل شد و شد رسول خداوند، رسول عیسی مسیح خداوند شد و مأموریتی رو گرفت و اون مأموریت این بود که خبر خوش رو، بشارت رو به غیر یهودیا برسونه که در واقع ماها هستیم و مأموریت خودش رو به انجام میرسونه. پولس رسول این نامه رو که نامه دوم تیموتائوس هست در سال 66 تا 67 میلادی در زندان اینو می نویسه برای دوست جوان خودش، برای همکار خودش تیموتائوس مادرش یهودی هستش، پدرش یونانی هستش. این داستانی که حالا کتابی که ما داریم مطالعه میکنیم در اون زمان نوشته، البته نه فقط برای اون زمان بوده بلکه برای من شما هم هستش. در نامه‌های خودش 2 تا نامه به تیموتائوس می‌نویسه. در نامه‌های خودش در واقع پولس تیموتائوس رو راهنمایی میکنه، اونو تشویق میکنه که تعلیمات درست رو در کلیسا انجام بده، تعلیمات راستین رو و همینطور نظارت بکنه بر کلیسا. و کلیسایی که تیموتائوس در اونجا هستش کلیسای افسوس هستش. افسوس نزدیک ازمیر همین جا هستش، پس در همین ترکیه فعلی هستش. این نامه رو در زندان می نویسه و برای تیموتائوس می فرسته که تشویقش میکنه که حواس جمع باشه، هشدار بهش میده حواس جمع باشه که داری اونجا خدمت میکنی، کسایی که میان کلیسا، رفت آمدهایی که میشه، باعث حواس جمع باشه تا اراده خدا از طریق کلیسا انجام بشه. امروز این کلام خداوند رو که با هم دیگه خوندیم، امروز میخوام درباره همین موضوعی که براتون میخوام صحبت بکنم در رابطه با ظرف هستش. ظرف شاید یه چیز ساده‌ای باشه ولی این موضوع در واقع میتونه سرنوشت ماها رو عوض بکنه عزیزان، که پولس به زیبایی راجع به اون داره صحبت بکنه. همه ماها در خونه‌های خودمون انواع ظرف‌ها رو داریم. ظرف‌هایی برای مهمانی، ظرف‌هایی برای استفاده روزمره و حتی ظرف‌هایی که شاید خیلی به اونا توجه نمی‌کنیم. خیلی ظرف‌ها تو خونه ما هستش، تو خونه ما هم باز ظرف هستش، اصلا ازش استفاده هم نمی‌کنیم، همونجا هست برای خودش. اما یه چیزی مشخص وجود داره، خوب دقت بکنین. هر ظرفی برای هدفی ساخته شده. هیچ کس
یک ظرف بسیار ارزشمند رو برای کارهای کم ارزش استفاده نمیکنه و هیچ کس از یک ظرف آلوده برای پذیرایی مهمانها استفاده نمیکنه. شما انجام میدین؟ انجام نمیدین. پولس رسول در این آیات ما رو به ظرف تشبیه کرده. ظرف میتونه زندگی من و شما باشه، ظرف میتونه قلب من و شما باشه، ظرف میتونه ذهن من و شماها باشه. ولی باید بدونیم همه این ظرف هایی هستن که خدا به ما داده. در دست خدا باشیم و برای خدا باشیم. آمین؟ آمین. سوال مهم اینه، آیا ما ظرفی هستیم که خدا بتونه از اونها استفاده بکنه یا نه؟ خدا میخواد من و شما ظرفهای پاکی باشیم، ظرفهای مفیدی باشیم و ظرفهای آماده باشیم برای خدا. آیا ما چنین ظرفی هستیم؟ آیا ظرف گرانبها هستیم؟ آیا ظرف معمولی هستیم؟ چگونه ظرفی هستیم؟ برای اینکه ظرف مقدس، یه ظرفی مقدس و مفید و آماده برای خدا باشیم، ما چه کارهایی رو بایستی انجام بدیم؟ به این نکات توجه بکنیم. اولین نکته، شناخت جایگاه خودمون. آمین؟ شناخت چی؟ جایگاه خودمون رو بایستی بشناسیم. کلام خداوند می‌فرماید در خانه بزرگ تنها ظروف طلا و نقره نیست، بلکه چوبی و گلی هم هست. یعنی در این خانه بزرگ ظروف‌های مختلفی وجود داره. این خانه بزرگ میتونه خانواده زمینی من شما باشه، کلیسای ما باشه و حتی دنیایی که ما داریم درش زندگی میکنیم. در خانه بزرگ بعضی ظرف‌ها گرانبها هستند. در این خانه بزرگ بعضی از ظرف‌ها معمولی هستند. سوالی که ما میتونیم از خودمون بپرسیم، من در این خانه بزرگ چه جایگاهی رو دارم؟ آیا ظرف گرانبها هستم یا ظرف معمولی؟ اون چیزی که مهمه اینه که در این خانه بزرگ تمامی ظرف‌ها وجود داره. مهم اینه که من در این خانه بزرگ باشم. آمین؟ فرقی نمیکنه که گرانبها باشم یا معمولی باشم. آمین؟ این خیلی مهمه. حضور در اون خانه خیلی مهمه. میتونی ظرف گرانبها باشین، میتونی ظرف معمولی باشین، ولی بایستی پاک باشین، بایستی مفید باشین، بایستی آماده باشین، چه معمولی چه گرانبها. ما با ایمان آوردن به عیسی مسیح خداوند در این خانه بزرگ قرار گرفته ایم. آمین؟ حال جایگاه ما در این خانه بر حسب ظرف در نظر گرفته میشه. درسته؟ توی آشپزخونه همه ظرف‌ها هست، از همه ظرف‌ها هم استفاده میشه، در زمان‌ها و مکان‌های بخصوصی از اون ظرف‌ها استفاده میشه. نکته بسیار مهم اینه که من شما چگونه ظرفی هستیم. فقط اینو فراموش نکنیم در این خانه بزرگ چه ظرف‌های گرانبها باشد چه ظرف‌های معمولی، حتما خدا از اونها استفاده میکنه. آمین؟ آمین. ولی خدا استانداردهایی رو داره، معیارهایی رو برای ظرف‌های گرانبها و معمولی داره. بایستی خوب توجه بکنیم و از اون طریق جایگاه من و شما مشخص میشه. حتما داستان یوسف رو شنیدین در کتاب پیدایش، اتفاقاتی که برای یوسف میفته.
یوسف در کتاب پیدایش در یک شرایطی قرار میگیره که میتونست سقوط بکنه. درسته؟ کیا کتاب پیدایش داستان یوسف میدونن؟ همه خوندیم. آره؟ داستان یوسف و فوتیفار رو که میدونین، همسر فوتیفار هم میدونین. درسته؟ در خانه فوتیفار هیچ کس او رو نمیدید و همه چیز در دستان او بود. یعنی فوتیفار همه چیز رو به یوسف سپرده بود. جالب اینه که هیچ کس یوسف رو نمیدید و هر کاری که دلش میخواست میتونست انجام بده، ولی خدا داشت یوسف رو میدید. تصمیمی که یوسف گرفت چه بود؟ پاک بمونه، پاک. که خدا رو خوشنود میکنه. همون تصمیم باعث شد او را از یک غلام، از یک برده به یک رهبر و نفر دوم مصر بشه. درسته؟ آمین؟ علتش چی بود؟ پاک بود و خدا خوشش میاد. کسایی که به دنبال پاکی هستن خدا اونا رو دوست داره. امروزه همه ما در شرایط‌هایی داریم زندگی میکنیم، فشارهای سخت اقتصادی، ناامیدی، نگرانی‌ها، حتی بی‌عدالتی‌ها و چیزهای دیگه میتونن انگیزه‌هایی برای سقوط کردن ما باشن. اما خدا از ما میخواد که متفاوت باشیم، متفاوت. مثل کی؟ مثل یوسف. چه کار بکنم در جایگاه درست خودم قرار بگیرم؟ در جایگاه درست بستگی به اون ظرف ماها هستش، اون ظرفی که من شما هستیم. میخوام در یک جای درست قرار بگیریم. نوع ظرف معمولی و گرانبها بستگی به تصمیمی هست که شما دارین میگیرین. متوجه شدین؟ بستگی به تصمیمی که شما دارین میگیرین. شما میتونید یک ظرف معمولی باشید برای خدا یا یک ظرف گرانبها برای خدا باشید. شما در این خانه بزرگ شما میتونید یک ظرف گرانبها باشین، یک ظرف معمولی هم میتونید باشین. تصمیم با شماست. براتون یه مثال میارم از یعقوب و یسوع. این دو عزیز در کتاب مقدس اومده فرزندان اسحاق هستند، دوقلو هستند. یسوع بزرگتر، نخست‌زاده هستش و نخست‌زادگی مقام مهمی از دید خدا و خانواده هستش در اون زمان. ولی نخست‌زادگی خودش رو یسوع به برادر خودش میفروشه. رفته شکار اومده، گشنه هستش. یعقوب آش درست کرده، میگه یه کاسه آش به من بده. میگه باشه کاسه آش رو بهت میدم، ولی اگه نخست‌زادگی خودت رو به من بدی. یسوع میگه باش دیگه، حالا من که گشنم هستش، حالا یه حرفی دارم میزنم دیگه. خوب دقت بکنی، یه حرفی دارم میزنم دیگه. این که نمیتونه نخست‌زادگیشو از من بگیره، ولی همین کار رو انجام میده. نخست‌زادگی از یسوع گرفته میشه عزیزم. به خاطر یک کاسه آش نخست‌زادگی خودش رو به برادر خودش میفروشه. جای ظرف‌ها عوض میشه و خدا از یعقوب برای مورد خاص و بزرگتر استفاده میکنه تا نقشه های خودش رو بر روی زمین انجام بده. هویتی تازه به یعقوب میده. عزیزان، تصمیمات درست گرفتن خیلی مهمه. صبح تصمیم میگیرین که بیایم کلیسا، تصمیم بسیار بسیار درستی دارین انجام میدین، نتیجهش هم میگیرین. میتونید این تصمیمات دیگه هم بگیرین، جاهای دیگه هم برین، بارون تو خونه خودمون باشیم، ولی تصمیم گرفتین که بیاین کلیسا. اعتراف بکنین که خدای من تو رو دوست دارم، تو در اولویت من هستی. با اینکه هوا سرد شده یه مقدار، میتونم استراحت بکنم، ولی امروز میام پیش تو و خدا داره میبینه. یعنی چی؟
یعنی در این شما اون ظرفتون رو در این تشکیل میدین که آیا میتونین ظرف گرانبها باشین یا نه. هر روز چیکار بایستی بکنیم؟ چیکار بکنیم برادر حجت من بتونم یه ظرف گرانبهایی باشم؟ کلام چه چیزی رو به ما داره میگه؟ هر روز هویت خودمون رو در خدا یادآوری بکنیم. امروز اومدین دارین یادآوری میکنین. هر روز یک شنبه ها دارین میان، هر یک شنبه دارین میان، شما دارین هویت خودتون رو از کلام خداوند دریافت میکنین و اون رو در حضور خداوند دارین میارین. شما فرزندان خدا هستین. فرزندان خدا جمع میشن، عبادت میکنن. شما نمک و نور خداوند هستین. نمک و نور خداوند کار خدا رو انجام میدن. تصمیم بگیریم حتی وقتی کسی شما رو نمیبینه کارهای درست انجام بدیم. آمین. از خودمون بپرسیم آیا من اون ظرف گرانبها هستم یا نه؟ نکته دوم اینه که پاکسازی خودمون رو باید انجام بدیم. ما وقتی که انسان گناهکاری که بودیم توسط خون عیسی مسیح وقتی که ایمان آوردیم خداوند گناهان ما رو شست. گناهان ما دیگه به حساب نمیاد چون به عیسی مسیح ایمان آوردیم و خون مسیح به خاطر گناهان من شما ریخته شد. کافی که ایمان بیاریم و نجات رو دریافت بکنیم. نیک شمرده میشیم. گناه ما به حساب نمیاد. تموم شد. ذات گناه از ماها برداشته شده. ولی یه پاکسازی های ذهنی هم بایستی انجام بدیم برای اینکه ظرف مورد مقبول خداوند واقع بایستی بشیم. ما در ظرف کثیف غذا نمیخوریم. این ظرفا رو که برادر حالا گذاشتن اینجا کار خوبی کردن. ما ظرف‌های چوبی و گلی رو داریم می‌بینیم همراه با ظرف‌های گرانبها. اینا هر دوتا در آشپزخونه هستن. ظرف‌های گرانبها برای کارهای با ارزش و مهم، میهمان‌هایی که دارن میان، و ظرف‌های معمولی که روزمره هستش مورد استفاده قرار میگیره. تازه روزمره زیادتر هم استفاده میشه. ما در ظرف‌های کثیف غذا نمیخوریم یا لیوان کثیف آب نمیخوریم. ظرف کثیف و ظرف تمیز. ظرف کثیف مورد استفاده قرار نمیگیره مگر اینکه پاک و تمیز باشه. زمانی کثیف بودیم، زمانی در تاریکی و گناه زندگی میکردیم، ولی با ایمان به عیسی مسیح خداوند از تاریکی و از گناه پاک شدیم و باید در این پاکی بمانیم. عزیزان بمانیم. در آیه 21 پس هر که خود را از اون چه گفتم پاک نگاه دارد. آمین. پاک نگاه دارد. کلام خداوند خوب دقت بکنیم. کلام نمیگی که اگر خدا او را پاک کند. کلام به ما میگی که خود را پاک نگاه دارد. این یعنی چی؟ یعنی من مسئولیت دارم. با هدایت روح القدس که خدا اونو به ما داده تازه داره به ما کمک میکنه که در پاکی بمانید. مسیحی دروغ نمیگه عزیزان. مسیحی مغرور نمیشه. مسیحی ریا نمیکنه. باستی پاک بمونه و چیزای دیگه. ولی صدا خیلی مهمه، چون برخورد میشه راحت بیاد گذشته بون میافتیم، چون قبلا در گذشته گناه آلود زندگی میکردیم، میتونیم خودمون ناپاک بکنیم. در کتاب اشعیای نبی فصل 6 آیه 1 تا 7 وقتی اشعیای نبی حضور خدا رو میبینه و میگه زیرا مردی ناپاک لب هستم و در میانی قومی ناپاک ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها رو دید. آمین. آمین. به چه چیز داره اشاره میکنه؟ اشعیای نبی
با خدا ملاقات میکنه. همه ماها که به عیسی مسیح ایمان آوردیم حتما بایستی با خدای کتاب مقدس ملاقات بکنیم. این یه واقعیت عزیزان، خودمون رو گول نزنیم، طالبش باشیم ملاقات بکنیم، تجربه میکنیم تو زندگی های خودمون خدای زنده کتاب مقدس رو. اشعیای نبی میگه که با لبان من ناپاکه، به حضور خداوند من خدا رو دیدم، من در یک قومی دارم زندگی میکنم با یک قومی که ناپاک هستن، ولی اعترافش اعتراف خارق العاده‌ای هستش و خدا اونو میبخشه. به خاطر همین اعتراف اولین قدم اشعیای نبی این بود که اعتراف میکنه به گناهان خودش و خود را اعلام میکنه من ناپاک هستم. از این طریق، از این اعتراف در حضور خداوند به نوعی خودش رو پاک میکنه و خدا از اشعیای نبی استفاده میکنه و مفید برای خداوند هستش. مفید برای خداوند. آیا من شما برای خداوند مفید هستیم؟ برای جامعه گاهی اوقات می‌بینیم مفیدیم، گاهی اوقات مفید نیستیم. برای خانواده سعی میکنیم مفید باشیم. آیا برای خدا من مفید هستم؟ آیا در اون جایگاهی که خدا میخواد من حضور دارم؟ آیا اون پاکسازی که بایستی فکر و دل و جان من داشته باشه، آیا اون پاکسازی در من هست؟ آیا من مفید برای خدا هستم یا نه؟ امروزه رسانه ها، شبکه های اجتماعی رو نگاه بکنیم، افکارهای منفی که هیچ کدومشون از خدا نیست، هیچ کدومشون. ناامیدی ها، نگرانی ها، دلواپسی ها، گناهان پنهان و خیلی چیزهای دیگه، اینها مانند گرد و غباری روی ظرف های زندگی ما میشینه عزیزم. نگیم نه، به وجود میاد. چیکار بایستی بکنیم؟ راهکار چیه؟ بارها گفتم، بازم تکرار میکنم. هر روز زمان و وقتی برای دعا و اعتراف به گناهان خودمون داشته باشیم. رازگاهانه بایستی داشته باشیم. کیا رازگاهان دارن؟ هللویا. وقتی برای خداوند، زمانی برای خداوند، برای مطالعه، برای دعا، رابطه نزدیک با خدا داشتن و برای خدا وقت گذاشتن. او همیشه حاضره. خدای کتاب مقدس. فکر و دل و چشم رو از کلام خداوند بایستی پر بکنیم عزیزان. برای مسابقه بایستی آماده باشیم، بایستی تمرین بکنیم، بایستی ورزش بکنیم. برای سفر کردن بایستی آماده باشیم. برای ازدواج بایستی آماده باشیم. برای تحصیل بایستی آماده باشیم. برای بیزینسی بایستی آماده باشیم. هر کاری رو که در زندگی های خودمون میخوایم انجام بدیم بایستی آماده باشیم. میخوایم بیایم کلیسا، شب بایستی آماده باشیم. شب بایستی دعا بکنیم، خدای فردا من دارم میرم کلیسا، فردا برکت بگیرم، برکت بدم. بایستی آماده باشیم. برای کار خدا بایستی آماده باشیم. بعضیا یاد گرفتن برای اینکه از زیر کار در برن، خودشون راحت میکنن، میگن ما آماده نیستیم، در حالی که اگر حقیقت رو بخواین حتی برای آماده شدن هم خدا به ما کمک میکنه عزیزان، که حتی ما آماده بشیم برای کاری که خدا میخواد ما بایستی انجام بدیم. دعا بکنیم، برای آماده شدن هم دعا بکنیم، ببینیم خداوند چه کارهای بزرگی برای من شما انجام میده. اینو خوب دقت بکنیم، خیلی مهمه این جمله‌ای که دارم بهتون میگم. خدا به دنبال افراد کامل نیست. این دل خداست. نگاه بکنین انبیا رو ببینیم، هر کی گفت کامله از اونها استفاده نکرده. این دل خداست. شاید یک نفر اعتراف بکنه که من کامل نیستم،
ولی در تمام مراحل زندگی خودش ادعاهای زیادی میکنه که میخواد نشون بده که من کامل هستم. این میشه ریا. خدا دوست نداره. با من تکرار بکنین اینو، این جمله رو با من تکرار. خدا به دنبال انسان کامل نیست، بلکه خدا به دنبال افراد آماده است. آماده باشین. آمادگی خیلی مهمه. خدا موسی را در سن 40 سالگی که در دربار فرعون بود انتخاب نکرد. او میبایست 40 سال در صحرای و بیابان کار شبانی رو میکرد، واسه تجربه میکرد و در سن 80 سالگی آماده شد تا خدا از او برای رهایی قوم استفاده بکنه. ظرفی مفید مورد مقبول خداوند واقع شد. در کتاب مقدس ما کسانی رو میبینیم که اینا هیچ کدومشون کامل نبودن. بعدن در مسیری که خدا بهشون نشون میده و قرار میگیرند مورد مقبول خدا واقع میشن. و امروز خداوند میخواد که من و شما هم آماده باشیم. آمین. آماده برای کجا؟ برای ایران عزیز ما. ایران عزیز. دیر یا زود، خیلی خیلی زود ایران ما آزاد میشه. آمین. اینو من باور دارم، یعنی تو قلب من نوشته شده. نمیدونم از چه راههایی، ولی هرچی زود ایران ما آزاد خواهد شد. ولی خدا داره از من میپرسه آیا کشیش حجت آماده هستی یا نه؟ آماده باشیم. آماده. آمین. در کتاب سموئیل خدا سموئیل رو صدا میزنه. سموئیل گفت بفرما بندت میشنود. یعنی چی؟ من آماده هستم، بفرما چی میخوای از من؟ هرچند که سن او کم بود. فقط بایستی آماده باشیم. آمادگی که کلام به ما یاد میده، روح القدس به ما یاد میده. وقتی طالب باشید برای تعلیم، وقتی طالب باشید برای کلیسا آمدن، یعنی دارید آماده میشید عزیزان، آماده میشید و اعلام آمادگی میکنید. ما برای رفتن به ایران بایستی آماده باشیم و اعلام بکنیم که خدایا من اون ظرفی هستم آماده، پاک، آماده، مفید برای کارهای نیک تو. منو بفرست. این دعایی است که من دارم انجام میدم عزیزان. نمیدونم چه زمانی، ولی خدا این دعا رو از من میخواد، چون من داره آماده میکنه که بایستی برم ایران. امروز اون چی که مردم ما نیاز دارن و ما بایستی آماده باشیم. خیلی مهمه. تو ایران به ما نیاز دارن، اون چی که ما بایستی آماده باشیم. اونا نیاز به امید دارن. امید دریافت کردیم، بایستی به اونا امید بدیم. اونا نیاز به محبت خداوندی دارن. محبت خداوندی رو دریافت کردیم، بایستی به اونها بدیم. نیاز به کسی دارن که حرفای اونا رو گوش بکنه. بایستی شنونده خوبی باشیم. کسی که صدای خدا رو خوب میشنوه آماده است. نیاز به آزادی دارن اونا. خدا میخواد ظرف‌هایی باشیم، چه گرانبها چه معمولی، از من شما استفاده بکنه و ما باید آماده باشیم. نه فقط در جاهای بزرگ، بلکه در کارهای ساده هم واسه آماده باشیم. آماده. آمین. در خانه، در محل کارتون، در میان دوستان، فامیلان، حتی در کلیسا و در آینده ایران ما. آیا آماده هستید؟ آمادید؟ آمین. آمین. هر روز به خداوند بگیم خدایا من در دسترس تو هستم و برای تو آماده هستم. آمین. تو از من استفاده بکن. خدای از من استفاده بکن. فرصت‌های کوچک خدمت رو جدی بگیرین. آمین. خداوند به نظم و زمانها حساس هستش. آماده باشین. تمرین بکنیم عزیزان و جدی بگیریم.
محبت رو به صورت عملی بایستی نشون بدیم، فقط به زبان نیست. خدا عملا نشون داد محبت خودش رو. و نکته خیلی بسیار بسیار مهم، از ترس و بهانه به دور باشیم. همین اینا رو یادتون نره، اینا همه چیزایی هستن که خداوند داره به ماها میگه، راهکار هستش. نتیجه صحبت‌های من، خدا به دنبال ظرف‌هایی هست، خدا به دنبال ظرف‌هایی هست که پاک باشن، مفید باشن، آماده باشن. به دنبال ظرف‌های زیبا و کامل نیست. او به درون من و شما نگاه میکنه. خدا خودش میخواد ظرف رو زیبا و کامل بکنه، ظرف‌هایی که در دست او باشن. اگر امروز به هر دلیلی دلت شکسته است، اگر امروز به هر دلیلی خسته هستی، اگر فکر میکنی که بی استفاده هستی، کسی از شما داره استفاده نمیکنه، خدا داره ازت استفاده نمیکنه، خدا متخصص استفاده از این گونه ظرف است. کافی که خودمونو به دستان خدا بسپاریم و از او اطاعت بکنیم. آمین. خدا میتونه از طریق زندگی من و شما کارهای بزرگی رو انجام بده. امروز کلام خدا غذای روحانی خودش رو داره به من و شماها میده. ما میتونیم تصمیم بگیریم که چه نوع ظرفی باشیم، چه نوع ظرف. با من اینو تکرار بکنیم و تو ذهنتون بسپاریم. ما میتونیم تصمیم بگیریم چه نوع ظرفی باشیم، اما خدا تصمیم میگیرد که از کدام ظرف استفاده بکند. آمین. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. بنابراین تصمیم ما باسی این باشه که من ظرفی مقدس، مفید و آماده برای خدا باشم. آمین. شما همچنین تصمیم گرفتین؟ آمین. ظرفی مقدس، پاک، مفید، آماده برای خداوند. آمین. این سه تا نکته یادتون نره: شناخت جایگاه خودتون، پاکسازی درون خودتون و همیشه آماده باشید. همیشه با هم دیگه دعا بکنیم.